اما ندانم دل کجاست. جانی پاک هستان پری رخسار از هر تا قدم، ورنه شکلی این چنین در نقش و آب و گل کجاست. ناسیها عقل از مقیم مانی سری کویش مخواه. ما همه دیوانه اینجا کسی عاقل کجاست. ما همه دیوانه اینجا کسی عاقل کجاست. آرزوی ساقی و پیری مغان دارم بسه، آن جوانی خوب رو وان مرشدی کامل کجاست. در شبی غزل از فروغی ماهی گردون فارغم، این چنین ماهی که من دارم در آن محفل کجاست. این چنین ماهی که من دارم در آن محفل کجاست. چون هلالی حاصلی ما در دیش آمد بله، ای یارم ایش بازان را هوا ای زهدی بی حاصل کجاست. ایش بازان را هوا ای زهدی بی حاصل کجاست. این چنین ماهی که من دارم در آن محفل کجاست. یارم شش مقام خاطر هنرمندان اصیل را زنده نگاه می‌دارد. شش مقام در خاطر چند نسل باقی است و همیشه در هر دور و زمان برای ما شنوندگان پندگو و نصیحتگوی خوبه بوده است. سلام دوستان، برنامه خاطره ها است منظورتان و باز هم از این موسیقی سنتی تاجیک خواهیم گفت. در مهمانی نوبتی برنامه خاطره ها حضور دارند انسمبل دولتی شش مقام به نام فضل‌الدین شهابوفی، کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و هم صحبت ما هستند سیراج‌الدین جورایف، راهبر موسیقی همین انسمبل، همچنین هنرمندی شایسته تاجیکستان. خوش آمدید و تشکر به شما برای یک اجرای بسیار هم خوب. در هر برنامه که ما این سرودها رو میشنویم جهانی معنی برمی‌داریم، از متنشون، از آهنگ خوب، از آرامیشی که در این سرودها هست و این سرود که در اول برایمون اجرا کردید میخواهیم در مورد این سرود برایمون شما بگویید. ساختارش چگونه بود؟ البته این سرود از استاد خودی
صادقخان حافظ است و طول چندین سال ها هست که از طرف استادان کسبی اجرا می شود. استاد صادقخان حافظ بیهوده نماندند که فروغ اشاق صادقخان، یعنی اشاق در اونجا هست، یعنی پیش از این اشاق صادقخان هم هست، یعنی اشاق صادقخان خودشان اجرا کرده بودند. ناگفته نماند استادان گذشته از خود نازکی های پرده شش مقام واقف بودند و در همون پرده های معین، یعنی در پرده اشاق، یعنی ایجاد کرده بودند. یا نباشد گیریم حاجی عبدالعزیز زمانداش همین صادقخان حافظ بودن، اینا اشاق سمرقند یعنی ایجاد کردن و این سرود در همون پرده اشاق، در آنجا پرده اشاق ایجاد شده است در اصولی فروغ، یعنی اصولش فروغ می باشد، به خاطر همین خیلی نام گرفته است. و صادقخان حافظ که یکی از نمایندگان برجسته زمان خود از مکتب مقام خوانی به حساب می رود، آهنگ‌های خیلی زیاد دارد که تا امروز خیلی وسیع استفاده میکنیم از مکتب این شخصی بزرگ و هنرمند جوانی انسمبل شما که این سرود رو اجرا کردند معرفیش میکردید. مظفر بویمعطوف هستم، آوازخوان انسمبل دولتی شش مقام هستم و مظفر جهت خوبش همین است که با تنبور می سراید. یعنی آوازخوان شش مقام باید یگان ساز باید نوازد، چون از همون نازکی ها، یعنی از همون پرده ها برای خودش یک واقف باشد و برای خواندن او کمک میرساند. این چیزها استادا میگفتن حافظی به ساز موسیقی طعامی به نمک. یعنی خصوصا در شش مقام من فکر میکردم حافظان ما اکثریتشون قریب که سازهای موسیقی می نوازند. مظفر همچنین امروز با تنبور سرود خوانده می توانند. خودشان از پرده های شش مقام، از همون نازکی های تنبور با خبر هستند. و در این برنامه قرار است که چند آهنگ از صادقخان حافظ صدا بدهد که اثرهایشان خیلی زیاد است، خیلی مکمل و تاثیرگذار است برای شنونده. و آهنگ دوم کدام است؟ سرود نوبتی در اجرای فیض‌الدین رسولوف، یعنی اوفری سفت نوا است، یعنی از سلسله خودی سفت نوا از قسمت دومی شش مقام است. این سفت نوا از مقام نوا هست، در آنجا پنجم اثر، یعنی اوفری سفت نوا. همیشه شنیدن آهنگ‌های شش مقام برای ما فورم است، برای ما شنوا است و گمانم که در برنامه خاطره ها نیز خیلی مخلصانی شش مقام دوستداران هستند که همیشه میخواهند نو به نو از با صدای هنرمندان شنیده باشند این سرودها را و حالا دعوت میکنیم تا سرود برامون اجرا بگردند. مرحمت. پرده‌ای غنچه می درد خنده‌ای دل گشای تو، پرده‌ای غنچه می درد خنده‌ای دل گشای تو. ای گلی خوش نسیم من، بلبلی خوش را مسوز. ای گلی خوش نسیم من، بلبلی خوش را مسوز. کسری سیق میکند شب همه شب دعای تو. کسری سیق میکند شب همه شب دعای تو یارم. دشمن و دوست کو بگو هر غرضی که ممکن است. جوری
همه جهانیان میکشم از برای تو. مهری رو خسیرشتی من، خاکی درد بهشتی من. یار یارم، مهری رو خسیرشتی من، خاکی درد بهشتی من. عشقی تو سر نویشتی من، راحتی من رضای تو. عشقی تو سر نویشتی من، راحتی من رضای تو یارم. شوری شراب و سوزیش آن نفسم رود ز سر، این سری پر هوس شود خاکی دری سرای تو. خوشم من استار ازد خاصکی در بهاری هوست. خوشم من استار ازد خاصکی در بهاری هوست. حافظی خوش کلام شد مرغی سخن سرای تو. حافظی خوش کلام شد مرغی سخن سرای تو یارم. هنگام شنیدن این آهنگ ها هر شنونده حس میکند که چقدر با ذوق آماده شده است. هر یک مثلا پارچه از این آهنگ ها که با متن توأم است یک معنی خاص، یک تأثیری بسیار خوب دارد. ششمقام خودش ذوق بلند میپرستد، همین گونه نه؟ بله بله. ششمقام از طرف استادان امروز خوبم آموخته شده در چارچوبه معین با شکلی که امروز میبینیم با شکل همین تا با امروز رسیده است. و ناگفته نماند که چندین استادان کسبی در این ششمقام سهم خودشان گذاشتند و ایجادهای هم کردن در خود انمی پرده های ششمقام. با از این آهنگ ها، از این سرود ها ما امروز خوشبختانه با خبر هستیم و از این چیزها ما استفاده میبریم. همچون مثلا یک دانشجوی کنسرواتوریا دستور عمل اگر ترتیب دیم از ششمقام تمام نمی شود. خیلی در اونجا سرودها زیاد است و چیزی آموختگی جهت‌های علمی خودش خیلی زیاد می باشد که از این چیزها من فکر میکنم استادان ما عمر خودشان را صرف کردن به خاطر آموختن، به خاطر یک چیز ماندن برای آینده. بله، چون خیلی تاریخ قدیمه دارد، خیلی ساختاری مرکب دارد و چگونه که شما گفتید هرچند اگر مثلا ماها گذرد تنها میتوانی که همون آهنگ رو درک کرده توانی هضم کنی، ولی اونی که بگویی ششمقام رو بفهمم خیلی وقتی زیاد میبرد. و از اونی که در همین انسمبل ششمقام چند گروه کسبی مثلا آمدند و از خود چیزی باقی گذاشتن برای نسل امروز، برای هنرمندانی که امروز اجرا میکنند. ناگفته نماند اگر شما از همون کتابی که از راهبر بدی انسمبل ششمقام فرقت سیدزاده وارثان ششمقام اگر در آنجا دیده باشید، همه هنرمندان استادانی که در آنجا فعالیت کردند دربارشون در آنجا معلومات آورده شده است. و چندین استادان از فضلالدین شهابوف سر کرده و شاهنظر صایبوف
бобоқул файзуллоев ино албатта дар аввал дар ҳамин ансамблро кушоданд ва дар он ҷо дигар устодони овозхон ва мутрибоне ки буданд устодон буданд дар он ҷо фаъолият мекарданд. мана чандин солҳо аз байн гузашт. имрӯз анамин масъулият дар яъне зиммаи мо ҳунармандон ҳастем. дар он ҷо имрӯз мана гӯш кардем Файёздин Расулов ва Музаффар Бойматов имрӯз ҳамчун овозхон намояндаи Шашмақом имрӯз баромад доранд. мо кӯшиш кардем аз худи Шашмақом чизое ки масалан дар он ҷо ҳаст мисли сарахбор ё набошад талқин ё талқинча мегӯем, ино камтар душворфаҳм, яъне сурати оҳангашон камтар оромтар аст. албатта иноям мо иҷро мекунем, лекин мо имрӯз кӯшиш кардем як сурудо бошад ки камтар шухтар бошад барои шунаванда. ба хотири ҳаминам имрӯз уфари сафти наво иҷро шуд аз тарафи Файёздин. ва суруди сеюм чӣ гуна аст? суруди сеюм навбати мо ин насри баёт аст аз худи силсилаи мақоми наво. дар он ҷо сараҳбори наво аст, баъд насро сар мешавад, насри баёт ва талқин сар мешавад, баъд насри баёт аст. бо иҷрои Музаффар Бойматов агар иҷозат дид иҷро. марҳамат. فدای تو باد سری کی بر تنی من هست خاکی پای تو باد دلم به میری تو صد پا رواد و هست هزار ذره و هر ذره در هوای تو باد زی خانتا بدرایی و پانی به سرم یارم سرم فتاده به خاکی دری سرای تو باد مباد آن کی رمد هرگز از بلایی تو دل در این جهان و در آن نیز مبتلای تو باد
و درد خو گرفتم دوانه میخواهم یارم یارم جانم همیشه در دلی من در بی دوایی تو اگر هلالی بیچاره در هوای تو مرد یارم برای مردنی او غم مخور بقای تو هر اجرایی که اگر اجرا کننده رو تواند قانع کند اون میتواند به شنونده نسبت پسند دهد و این اجرا بسیار خوب بود و آن حلاوتی رو که خود اجرا کننده احساس میکرد ما نیز احساس کردیم. یک سرودی بسیار خوب و چگونه که شما گفتید این آهنگ از خود شش مقام است. بله بله در سلسله اصلی یعنی سلسله نصر میگوییم در اونجا سرخبار تلقین نصر اوفر 4 اثر اساسی دارد. در این سلسله یعنی سیوم آهنگ است. باز از سلسله فردی هست. سلسله در اونجا خیلی که سفت نوا اوفر سفت نوا فیاض‌الدین خواندن این سلسله دوم بود. البته این با طرز سلسله هم اجرا شد 6 مقام. در اونجا وقتی که با طرز سلسله اجرا می شود همه پرده های 6 مقام همون ساختار 6 مقام نمایان می شود. یعنی از کدام پرده مثلا در این از مقامی نوا باشد این نوا بود نصری بیات این از مقامی نوا است. بیات یکی از شعبه اساسی مقامی نوا است. گزارش ها یعنی خوبتر حس کرده میشن وقتی که سلسله اجرا میشه. بله وقتی که سلسله اجرا می شود هم نوا پرده نوا هم شعبه اساسی بیات رو دیده می توانید و از پرده خودش یعنی اجرا کرده می شود. این البته برای همین کسبی هنرمندی کسبی خیلی مهم است برای دانستن همین پرده های 6 مقام. غزل از هلالی بود. بله. باز هم از این مکتب بزرگ از این موسیقی سنتی تاجیک در برنامه یک آهنگ دیگر داریم یک سرود دیگر داریم. بله یک سرود دیگر داریم این با نام دلخراج. دلخراج این از پرده این دلخراج در مقام بزرگ است. یعنی در مقام بزرگ خیلی خوب اجرا کرده می شود. ناگفته نماند دلخراج را استاد صادقخان حافظ دلخراج صادقخان هم ایجاد کردن و اجرا هم کردن و امروز این هم خیلی معمول است و این دلخراجی که امروز اجرا میکنیم استادا میگویند انیق یک معلومات نیست لیکن استادا میگویند دلخراج پیش آهنگ بود و با این آهنگ سرود یعنی سخن ماندن سرود کرده خواندن میگه. اگر امکانیت باشد با در اجرای فریدین رسولوف این دلخراج رو با هم اجرا میکنیم. بله مرحمت. همچون گلی را مادرم
بهار جام زر از باده گل گندم خالی مدار از دود زاتشی سوزنده قد افراختن به نهایی قامتت سر میزی در لال زارم قربانت شوم من یارم گونچه خون آلودی پیکا می بود بیگریفترم دیده تا لعل از دهانت در چمن ای گلزار دیده تا لعل از دهانت در چمن ای گلزارم قربانت شوم من یارم بر کناری رودها در سایه های بگل ماهیان را رنگ گل در آبی صد هزار از گلو از سبز سبز از گلشن چرا آنی سپهری زرگارم قربانت شوم من یارم در خاطره همه ما آهنگ و ترانه های هستند که ما در هر لحظه زندگی متن آنها را به خاطر میاریم و زیر لب زمزمه میسازیم. و دوستان عزیز، ما در این برنامه باز هم کوشش کردیم از آن سرودهای ماندگار، از آن سرودهای خاطرمون براتون گفته باشیم از موسیقی سنتی تاجیک که در مهمانی نوبتی برنامه خاطره ها حضور داشتند انسمبل دولتی 6 مقامی به نام فضل‌الدین شهابوفی، کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و همچنین همصحبتمان بودند راهبر موسیقی همین انسمبل سیروج‌الدین جورایف، هنرمند شایسته تاجیکستان.
азизон ба фарҷоми барнома расидем. бо умеди оне ки ҳамеша шод бошад, қалбҳоятон пур аз шодиву хурсандӣ бошад. то хотираҳои дигар хайр.